15 نفر تشکیل شدن جوانان زده بود که مولوی صاحب من از فرانسه تکت کردم فرانسه. دریغا از مسلمانی ما، افسوس است از مسلمانی ما که مسلمان هستیم اما یک کمی پژمرده، یک کمی به احساس، یک کمی خواب برده. موضوع این جمعه گفتم دریغا از مسلمانی ما که ما مسلمانیم و ما ایمان داریم و ما فرزندان اصیل اسلامیم، اما افسوس او قدر نشانه از ایمان و اسلامی که دین از ما میخواهد، اتحاد ما خواهان هست، اتفاق ما میخواهد، اون رقم اسلامی 100% که از ما خواسته ادا نکردیم. من کان یرید الله فلله من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا، العزة لله وللرسول وللمؤمنین. اگر کسی میخواهد و اراده دارد که عزتمند شود، کلید همه عزت ها و پیروزی ها به نزد الله است. وقتی که ما به الله مسلمان شدیم و ایمان آوردیم، تسلیم شدیم، همه عزت و ذلت از نزد خدا هست. و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. تو ذات پروردگار هر کس را عزت میتی تو میتی، ذلت میتی تو میتی. اما ما به دست خود چرا خود را ذلیل کنیم؟ چرا ذلت را بخریم؟ چرا ما یوغ ذلت را به گردن بگذاریم؟ دین ما، ایمان ما، اسلام ما، قرآن ما، نبی ما هرگز زیر سلطه هیچ غلدر در طول تاریخ نرفته. افغان ما هم در زیر سلطه و تسلط استعمار هیچ دشمنی نرفته است. امروز جامعه اسلامی در ماتم هستند. امروز دنیا در ماتمند. امروز اطفالهای غزه و فلسطین به جام شهادت می نوشند. فرزند فلسطینی فرزند منوتو است، چون اسلام ما گسترده است، اسلام ما فراخ و وسیع است، اسلام ما کلان هست، اسلام ما بند و دروازه ندارد، مرز ندارد به نام اسلام. عزیزان من، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریغا در اسلامی ایمان درس گریم از گذشتگان، درس داشته باشیم از نبی علیه السلام و از یارانش. پیامبر علیه السلام که تمام دنیا را بربریت و ظلم و استبداد و تجاوز همه را فرا گرفته بودند، با تنهاییش در طول 23 سال تمام جهان را تغییر داده است، تمام دنیا را به وحدت در آورده است. حضرت عمر رضی الله عنه در جمعه گذشتم به شما اشاره کردم، زمانی که در چارچوکات ایمان می درآید و داخل می شود، از حضرت رسول علیه السلام تقاضا می کند آیا تو پیامبر بر حق نیستی؟ گفت بله هستم. آیا دین ما حق نیست؟ بله هستیم. آیا دین شرک و بربریت و عیسویت باطل است؟ بله اون باطل است. پس ای پیامبر علیه السلام اجازه دهید دین حق را علنی بیان کنم، حقایق را به پرده بگویم. علیه السلام گفت بفرما عمر چی میگویی؟ گفت من را اجازه دهین من به داخل حرم مکه معظمه بروم، همان دینی که حق است علنا اعلان کنم، همان دینی که باطل است بطلانش را به ایستادگی جوانمردانه باطل اعلان کنم. حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماید از وقتی که، از زمانی که، از همان لحظه‌ای که عمر رضی الله عنه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، این کلمه را به زبان جاری کرد، از همون لحظه اسلام ما سرفراز شد، ما معزز شدیم، ما با عزت شدیم. یک کافر، یک متجاوز، یک ظالمی از مشرک ما را به کوچه ها می رفتم که رفیق عمر از گفت ما را عزت میکرد. از زمان که عمر رضی الله عنه مسلمان شد، ما معزز و نور چشم همه مشرکین شدیم. امروز ما ذلیل ترین مخلوق روی دنیا شدیم. یک
میلیارد بالاتر مسلمانیم. در دنیا 1.5 میلیارد بالاتر مسلمانیم. 8 میلیون صهیونیست که در اسرائیل زندگی میکند. همه اولادانتان را میکشد، زنانتان را تجاوز میکند. شکم زنان فلسطینی از حمل آب منی مردار یهود پر میشود. منتظر ابابیل خداوند است که در فرقش بزند. یعنی 1.5 میلیارد مسلمان باز هم میگن که من مسلمانم، منتظر پرندگان خداوندی است که ابرهه را زده. و 8 میلیون صهیونیست هر کاری که دستش میکند. جو بایدن خبیث میره در اولین مرحله که مشک فلسطینی ها بر بالای اسرائیل میخورد، وزیر دفاع فرانسه میره، رئیس جمهور امریکای غدار میرد. از کشورهای مسلمانی کدامتان رفتین؟ وقتی که شفاخانه را بمبارد میکنن، جو بایدن خود اعلان میکند که اسرائیلیان نزده هست، خودشان خود را کشته هست. ایره کدام منطق باور میکند؟ کدام رسانه باور میکند که زخمی خود بکشند؟ در کدام دینی بشریت است؟ ما بارها اعلان کردم که مسلمان به نزد کافر بشر نیست. این نوارهای ما شاید وجود داشته باشه. همواره در این منبر رسول گرامی اعلان کردم که مسلمان 1.5 میلیارد مسلمان به پیش امریکای غدار و اسرائیل اصلا مسلمان نیست، اصلا بشر نیست. ما و تو پیش کافرها بشر نیستیم. ناحق میگن که من بشر دوست هستم. شفاخانه ای که همه مریضی ها بودن، همه زخمی ها بودن، همه اطفال معصوم بودن، با کوروزها و اتم ها میزند، مرده را میکشند، زخمی را میکشند. در کدام دین است؟ کو حقوق بشر؟ کو بشریت؟ اما همه دشمن حمله میکند، همه دشمن دفاع خود از اسرائیل اعلان میکنه. من یک پادشاه مسلمان را ندیدم با یک الفاظ گفته باشد که کار خلاف بشریت است. پس دریغا از مسلمانی ما، خصوصا از حکام اسلام، خصوصا از 50 و چند کشورهای اسلامی، در ایمانتان خطر است. رسول علیه السلام میفرماید که مؤمنین مانند یک جسد واحد است. پس این حدیث رسول گرامی وابسته بر این است که کل جسد من یک جسد است. جسد فلسطینی با ما یکی است. پس چرا به تداوی اون دست زخمی فلسطینی بر نمیخیزید؟ اون مادر فلسطینی که فرزنده شهید میشه، اون دعوت فلسطینی که با 13 تشکیل خانواده شهید میشود. دریغا از مسلمانی ما. این درد است که به شما اشاره میکنم. به احساس بین. الحمدلله بعد از گفتن جوانی به من زنگ زد که 2-3 روز زنگ زده بود که مولوی صاحب من از فرانسه تکت کردم. فرانسه در بین جماعتی از کفر زمین زندگی میکنم. هم فرزند افغان است، اما زاده ایش در افغانستان است. ولایت کاپیسا، پروان، پنشیر 17 نفر تشکیل شدن جوانان مجاهد. به چه مشکلات رفتن، به چه دربدری ها رفتن، به چه لطکوب ها رفتن، به چه غرق شدن های دریای یونان و ترکیه غرق شدن. از آنجا همه امکانات بر زندگیشان هست، همه خواهشات نفسانیش برابر است. از اونجا در من زنگ زد که دعا کو جمعه پرواز دارم میرم فلسطین. امشب بعد از گفتن قاری صاحب اسماعیل خان شاهد از در دکان بودم، زنگ زد گفت همین لحظه در یکی از رستوران‌های فلسطین هستم. ما گفتم دیوار ما را عکس شده ما روان کو که من نازم اون دیوار فلسطینی را که تو بار مجاهد داره در آنجا فرزند افغان رفته هست. گفت 17 نفر هستیم. نامش مصطفی هست. چه زیبا نامی است. اون جوان افغان از فرانسه وادار میکند دریغا بر مسلمانی ایمان که در آنجا میرود. در قدم مشی قدم حضرت صلاح الدین ایوبی قدم گذاشته هست. تقریبا 10 دقیقه گپ زد. در اتاقم آمدم گشته تصویری زنگ زد گفت این مجاهدان اینجا بسیار ذله هست. اما متاسفانه یک جوانی از ولایت پروان گفت یا پنشیر هم از دست داده در مسیر را زد کمر بده این جن سر قلبش خورد. آوردم در رستوران در یخچال گذاشتیم. فلسطینی ما را استقبال کرد. در هر مرزی که می آمدیم کیستی من افغانیم. 1600 نفر از افغان الحمدلله امروز هم در خط است. فردا ما هم انشاءالله خواهیم رفتم به سر همان جوان افغانی که شهید شده. صدایش میمونه گفت ای جوان والله که اسرائیلی را گیر کنم در میتم در، اگرچه در شریعت در دادن جواز ندارد. مولای صاحب که تا در نتم دلم یخ نمیکند. 17 جوان 8 صبح حرکت کردیم، 8 شب در فلسطین از طریق ایران، اردن، یونان داخل شدیم. بسیار با شجاعت. یک فرزند افغان گفت که بسیار اذیت ما کرد.
مرز اردن. گفت مرا بگذار که حمله کنم سلاحش را بگیرم. ما گفتم که عزیز من مجاهد، تو حمله نکن، ای کاش که قدم من در خاک فلسطین میشد، در اینجا که حمله کنی ما را خود شهید میکنه. با پروردگار بگم قدمم در خاک فلسطین مانده بودم. صبر و حوصله کردیم، وگرنه حمله افغانی سرش میکردیم که سلاحش میگیریم در مرز 17 نفر اگم ده ها عبده زیر مردار میکردیم. الحمدلله وارد شدن، فعلا در آنجاست، از ما و شما دعا خواسته. فقط گفت من زنده پس نمیگردم، فقط من شهادت فلسطین را خواهانم که در دیارش من جام شهادت بنوشم. عزیزان من،